درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخو. گفتار 59. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاویدانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. ماجرای پرتلاطم تاریخ همیشه گذشته را با امروز و امروز را با آینده می پیوندد. حلقه وصل نسل‌ها، عصرها، خلقها و دولتها را مستحکم می نماید و راه را به سوی آینده روشن می سازد. هر انسان صاحب فرهنگ تاریخ خلق و سرزمینش را باید عمیق و مفصل داند. آنهایی که تاریخ خلق خود را نمی دانند از لذت حس افتخار ملی محروم می شوند و زود اسیر فرهنگ های دیگر می گردند. تاریخ اثبات کرده است که اصطلاحگران نه تنها از پی غارت مال و اشیا می شوند، بلکه می کوشند که رکن مهمترین هستی ملت یعنی زبان و فرهنگ از جمله فرهنگ مادی آن را از بین برده پایه های معنوی دولت را شکنند. چنان که اسکندر تخت جمشید را با آتش کشید و ولنگار کرد، زیرا می‌خواست تخت و نوروزگاهی پر افتخار نیاگان ما را از بین برد. در این روند همچنین کتاب مقدس اوستا نابود کرده شد. هدف از این خرابکاری ها همانا شکستن پیوندهای تاریخی و پایه معنوی خلق ما بود. ولی جوهر و سرشت تاریخ و ادب و فرهنگ ما و خاطره تاریخی آن شکست ناپذیر باقی ماند و موجودیت مردم آریای نژاد را حفظ کرد. خوشبختانه امروز تاریخ باستانی ما در نگاه اهل خرد جهان چون خورشید تابان تجلی می دهد. به فهرست میراث فرهنگی یونسکو شامل گردیدن یادگاری کم نظیری سرزم با تاریخ قریب 6000 ساله اش دلیل روشن این مطلب است. من بارها تأکید کردم که ما از عمق تاریخ نباید خاکستر بلکه شعله برداریم. تاریخ عبرت آموز است و یگان خلق و ملت به ارج گذاشتن به تاریخ خیش به قدر استقلال و آیین دولتداریش رسیده نمی تواند. محبت به وطن و تاریخ پر افتخار آن نباید چشم ما را از پیشرفت و دستاوردهای جهانی معاصر، وسعت عقل بشریت و ترقیات روزافزون
دولت‌های متمدن عالم ببندند. برعکس، ما هر قدر وطنمان را بیشتر دوست داریم، باید همان اندازه کوشش نماییم که ارزش‌های علمی و فرهنگی عمومی بشری، دستاوردهای تکنیکی و تکنولوژیای زمانوی و کشفیات و بازیافت‌های نوترین جهانی را آموزیم و در حیات تطبیق نماییم. آگاهی خوب از تاریخ فرهنگ کهن نه تنها افتخار ملی را به زمانه سازگار می سازد، بلکه به تحکیم رابطه تمدن‌ها و خلق‌های گوناگون در شرایط مرکب دنیای معاصر مساعدت کرده به گسترش صلح و همدیگر فهمی زمینه واقعی می‌گذارد. بنابراین برابر دیگر اقدام‌های شایسته دولت سازی و دولتداری، ما باید نسل‌های امروز و فردای ملت را از میراث بزرگ و پرغناوت اجدادی که از سرچشمه تمدن آریایی و تمدن اسلام برخوردار شده است آگاه سازیم. در ضمیر آنها احساس افتخار از دولتداری، قدر و قیمت دولت مستقل ملی، وطن دوستی و وطن پرستی، شناختن قدر گذشتگان خردمند خود را تربیه نماییم. احترام گذاشتن به تاریخ گذشته برای ما هرگز معنای تأکید کردن حق استثنایی ملتمان را در تمدن بشری یا کوشش جدایی پذیرفتن از روندهای سازنده جهانی و فرهنگ خلقهای پیشرفته عالم را ندارد. ما با تحقیق و آموزش تاریخ ملت و ارزش‌های فرهنگ قدیمی خلقمان می خواهیم که جریان از خود کردن ارزش‌های عمومی بشری را وسعت بخشیم، روند همگرایی را با کشورهای ترقی کرده عالم گسترش دهیم و در عین زمان به جامعه جهانی با چهره و سیمای خاص ملی خود پیوندیم. والاتر از این، آموزش تاریخ و تجربه در طول عصرها اندوخته ملتمان به ما برای بنیاد کردن دولت پیشرفته، ترقی خواه و صلح دوست، اینچنین تحکیم پایه‌های دولتداری ملی، حفظ دستاوردهای استقلال، پیش از همه وحدت ملی، صلح و ثبات پایدار و بلند برداشتن احساس وطنداری و وطن دوستی و خود آگاهی و خودشناسی ملی مثل آب و هوا ضرور است. ملت تاجیک ابرمردانی را به دنیا آورده است که هر کدام در زمان خیش با خیرت، ذکاوت، دانش و فضیلت به درجه شهرت پیدا کرده بودند که ثمره عمر و خدمت بی‌نظیر، مقام و منزلتشان همیشه و در همه دور و زمان باعث ستایش و قدردانی می باشد. یاد آوردن و معرفی کردن شجاعت و دلیری، فضل و دانش و بزرگی و توانمندی آنها دلیل احترام ما به تاریخ و سیماهای تاریخی و فرهنگی خلق عزیزمان است. تاجیکان در طول هزار سالها جبر و جفای اجنبیان را با صبر و تحمل و بردباری مردانوار پسی سر نمودند. با دستاوردهای بیزوال فرهنگیشان بهترین بازیافتهای معنوی نخبگان سرزمین خیش را حفظ کردند. برای ملت کهن بنیادی تاجیک
پس از سقوط دولت سامانیان قریب 1000 سال لازم شد که در پاره از سرزمین تاریخی اجدادیش دولت خود را بنیاد نماید و به عالمیان از استقلال دیر انتظاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیش پیام فرستد. خوشبختانه استقلال دولتی تاجیکان از جانب جامعه جهانی با قناعتمندی اعتراف گردید. نیاگان خردپیشه امان همواره در آرزوی رسیدن به این روز خرمی و فیروزی نیایش‌های زیادی را به قلم آورده اند و تنها در 10 ساله آخری عصر 20 ما به این سعادت بزرگ شرفیاب شدیم. استقلال دولتی والاترین و با ارزشترین دستاوردی ملت تاجیک در مسیر 10 عصر آخر بوده. نشانه هویت و آزادی، افتخار و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک می باشد. تاجیکستان محض به شرافت استقلالی همچون عضو برابر حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید و در خریطه سیاسی دنیا با همه مخصوصیت‌های دولتداری معاصر عرض هستی نمود. ما به جامعه جهانی، به جامعه متمدن دموکراتی با هویت، ارزش و عنعنه‌ها و چهره و سیمای خاصی ملی خویش، همزمان با دستاورد و کامیابی‌ها و با ضیافت‌های فراگیر فرهنگ بشری وارد گردیدیم. استقلال دولتی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت‌ها و رشد علم و ادب می‌توان مرحله درخشان و پر افتخاری فرهنگ و تمدن ملی، دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. بعد صاحب استقلال گردیدن، جمهوری تاجیکستان در فاصله کوتاه زمانی به دستاوردهای نظررس نائل گردید و با جهد و تلاش سازنده و بنیادکارانه خلق عزیزمان به کشوری آباد و آسوده مبدل گشت. اکنون ما را ضرور است که بهر تحکیم هویت ملی و شکل گرفتن تفکر و اندیشه ملی، اینچنین جهت بیدار نمودن افتخار ملی در ذهن نورسان و جوانان، گذشته پرشیب و فرازی ملت را خاطر رسان شویم و از کارنامه‌های درخشان فرزندان خلق خود هرچی بیشتر نسل امروزه را آگاه نماییم. من هرگاه در فرصت مناسب فارغ از کار دولتداری با آموزش سرنوشت ملت، زندگی و آثار شخصیت‌های بزرگ خلق عزیزم مشغول شده. کتاب‌های زیادی را مطالعه می‌نمایم و از سرچشمه‌های گوناگون درباره تاریخ ملتمان معلومات می‌گیرم. سبق‌های عبرت‌آموز تاریخ، گذشته پر افتخار، شخصیت‌های توانا و فرزندان بزرگی خلق راهی گذشته را پیشارویمان قرار داده، چون حکم عادل گریه برد و باختی سلسله دولت و دولتداری های تاجیکان را برایمان می‌گشایند. آموختن رویدادهای تاریخی و فرهنگی، زندگی نامه شخصیت های سرسپرده ملت
و چهره‌های برگزیده علم و ادب امکان می‌دهد که ریشه‌های خود را از گذشته دریافت نماییم، با آنها پیوند داشتن خویش را احساس کرده، به خاطر ناموسی وطنداری نام و کارنامه‌های آنها را از نو زنده گردانیم و به فرزندان خلق دلیرمان با افتخار درباره‌شان حرف زنیم. محض به همین خاطر جشن‌های بزرگ عمومی ملی، به خصوص 1100 سالگی دولت معنوی بنیاد سامانیان، سال تمدن آریایی، 2500 سالگی شهر استرابشان، 2700 سالگی کولاب، بزرگداشت شخصیت‌های سرسپرده علمی و ادبی و سیاسی و تاریخی امام اعظم ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسرو قبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی، میرسید علی همدانی، کمال خوجندی و دیگران را برگزار نمودند. از تاریخ و فرهنگ ملت گنجها و حکمتهای بیرون آوریم که با ماهیت و ارزشهای جهانیشان خودشناسی تاجیکان را تحکیم بخشیدند. شناخت تاریخ و حکمت و فرهنگ عالمگیر نیاگان به خاطر معرفی مقام جهانی ملت ما می باشد. آن در خود آگاهی و جستجوهای تاریخی و ملی تاجیکان مرحله کاملا تازه را به وجود آورده است. باید بگویم که چاپ کتاب چهره‌های ماندگار که خوانندگان عزیز را با صحیفه‌های پر افتخاری تاریخ خلق تاجیک شناس نموده، از روزگار شخصیت‌های نامدار و سربلند علمی، ادبی و تاریخی و سیاسیمان نقل می نماید، 6 سال پیش صورت گرفته بود و خوشبختانه آن از جانب دایره وسیع خوانندگان هم در تاجیکستان و هم خارج از آن با خوشنودی پذیرفته شد. دلیل روشنی آن چاپ 10 مقاله و گزارش‌های علمی و عاموی راجع به مندرجه و محتوای این کتاب و تهیه صدها برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در اساس مواد آن می باشد. همکنون ما تصمیم گرفتیم که به مناسبت جشن بزرگ و افتخار آفرینی 35 سالگی استقلال ملیمان کتاب مذکور را با ضمیمه و علاوه‌های ضروری به نشر آماده سازیم. رو آوردن من به تاریخ و سیماهای برجسته خلقمان باز به آن خاطر می باشد که ما باید به آیندگان ضرورت دانستن گذشته خود را تلقین نماییم و آنها را از صحیفه‌های درخشان تاریخ ملتمان که سبق بزرگ خود آگاهی می باشند آگاه سازیم و در قلبشان مهر و محبت، صداقت و وفاداری را بیدار نموده با آنها از این تاریخ پرشرف افتخار کردن را یاد دهیم. زیرا اعتقاد و اعتماد داشتن به تاریخ، فرهنگ و ادبیات تکیه‌گاه استوار ملت به شمار می رود. ما در جهان امروز فرهنگ بی‌نظیر داریم و وارث تمدنی بیش از 6000 ساله هستیم. برابر این شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی داریم که هر کدام آنها مورد احترام خاص و عام می باشد.
ولی زمان معاصر ما را وادار می سازد که برابری افتخار داشتن از گذشتگان خیش در عرصه زندگی امروزه قهرمان‌های کارزاری زمان را بوایه رسانیم، وطنمان را باز هم آباد گردانیم، چراغ معرفت را پرتوافشان سازیم و با نورسان و جوانان صاحب ذوق خیش به دست آوردهای تازه نائل گردیم تا آنها شکوفایی ملت را تأمین نموده کشور ما را به یک سرزمینی از هر جهت پیش رفته تبدیل دهند. قابل ذکر است که در زمان صاحب استقلالی علم و معارف و فرهنگ به یک رکن مهم اجتماعی تبدیل یافته، همچون جوهری هستی ملت اعتراف گردیدند. زیرا این پدیده های بزرگ بشری در تشکل معنوی جامعه خدمت نموده، در تربیه نسل نورس، شناخت رسالت تاریخی، گسترش احساس وطنداری و خودشناسی و خودآگاهی ملی تأثیر عمیق می‌گذارند. افتخار از تاریخ، فرهنگ، زبان و عنعنه‌های نجیب و جاودانه ملت یک رکن بسیار مهمی استقلال دولتی می باشد. ما بارها تأکید کرده ایم و باری دیگر خاطر رسان می نماییم که استقلال فرهنگی برای ما برابر استقلال سیاسی عزیز است. با اعتماد می توان اظهار نمود که 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همچون جشن مبارک ملی به گسترش بیشتری خودآگاهی و خودشناسی، وحدت ملی، حس وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار وطنداری هر یک فرد با ننگ و ناموسی کشورمان نیروی تازه می باشد. با احترام، امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ریوشتیچ، رادمرد با روحی شکست ناپذیر. در طول 1000 ساله های موجودیتش خطر مدهش نابودی و از عرصه جهان رفتن به سر ملت تاجیک نه یک بار و دو بار آمده است. تاریخ گواه است که بر اثر استیلای پی در پی اجنبیان و جبران بالای خلق تاجیک بار کردن ارزش‌های بیگانه، چی در عهد کشورکشایی‌های مقدونیان، چی در دوران هجوم عرب و چی در تاخت و تاز قبیله‌های مغول، تقدیر هستی دولت، ملت، زبان و فرهنگی چندین هزار ساله‌ای نیاگان ما در سری موی قرار داشت. ولی برخلاف پندار و میل رقیبان توانا و اصطلاحگران نیرومند که نام و نشان تاجیکان را از عرصه تاریخ روفتن می‌خواستند، ملت کهن بنیاد ما هزارها شهرهای آباد
روستا و دهکده‌های سرسبز، شهرستان و کهندیزهای آوازدار، قلعه و کوشک‌های بر هوا، آتشکده و عبادتگاه‌های کهن، کتابخانه و گنجینه‌های بی‌نظیر فرهنگی و کاروانسرای و بازارهای بزرگ را به کام آتش و خرابی می‌داد و روح توانایی ابرمردان آن از شرافت تمدن آریایی پایدار و بی‌گزند می‌ماند. از این لحاظ خرابه‌های سرزم و پنجکینت قدیم، تخت سنگین و کیقوباد شاه، استروشن و کروشکده آوازدار، زالی زر و هلبوک، یادگاری‌های خوجند و قلعه تیمورملیک و ده‌ها آثار کهن بنیاد کشور نشانی از تاریخ پرفاجعه ملت تاجیک، شهادت از لشکرکشی‌های بی امان اردوی مقدونیان و سپاهیان عرب، تاخت و تاز مغول و قدرت طلبان ترک، خرابکاری‌های اهل منغیت برای خاک و خاکستر ساختن مکانی بود و باش و از بین بردن ارزش‌های هستی و هویتی ما می باشد. تاریخ ملت ما سراپا از مبارزه‌های آشکار و نهان برای نگاه داشتن هستی، آیین دولتداری، هویت ملی و ارزش‌های فرهنگی عبارت است. مگر شورش و مبارزه‌های پی در پی فرزندان باننگ و ناموس و برومند ملت ما، سنباد مغ، دیوشتیچ، غورک، مقنع، بابک، تیمورملیک، محمود تارابی، شهبال، واسی و ده‌های دیگران از روح مبارزه، آزادخواهی، میهن پرستی، صلابت و جوانمردی، حسن تدبیر و زیرکی و آرمان‌های والای استقلال خواهی شهادت نمی‌دهند. بعد مغلوبیت دولت هیتاریان، قلمرو امروزه آسیای مرکزی در بین امپریای ساسانیان و خاقانیت ترک تقسیم شده. خسرو انوشیروان سرزمین‌های سین، بوست، ارخسا، زابورستان، تخارستان، دردستان و کابلستان را باز پس گرفت و کشور چغانیان را نیز به امپریای خود همراه نمود. خاقانیت ترک ساحل راست جیهون و وادی زرفشان و سیردریا را صاحبی کرد، اما این صلح و سازش چندان دوام نکرد و منفعت‌های اقتصادی و تجارتی این دو دولت ابرقدرت در ماورای راه بزرگ ابریشم با هم برخوردند. تاجران سعودی نه تنها از چین ابریشم و متاع می آوردند، بلکه در کشور خود در شهرهای سمرقند، بخارا و پنجکینت نیز استئثار متاعهای اعلی صفت را به راه مانده نفوذ خود را هم در چین و هم در کشورهای غرب به خصوص روم شرقی ویزانتیا افزوده بودند. ترکان خاقانی که به خاطر هجوم نکردند به کشور آنها از امپراتوران چین صدها هزار پاره متاع ابریشم را رایگان می گرفتند، منفعت دار بودند که از امکانیت‌های تاجران زیر دستشان سعودیان بیشتر استفاده نمایند. شما گفتار 59 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чеҳраҳои мондагор дар қироати рови Ализода Абдурашид Хуҷамкул шунидед. Коргардон Шералӣ Нағзалӣ, муназзими овоз Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.